spend 1,900,000 pounds sterling for telegraph wiring throughout your country. For you bloody people. Your poor government didn't give me 1 penny. Not 1 penny, do you understand? My splendid honorable majesty will ask me, and now you destroy everything belonging to the Indo-European Telecompany. Of sabotage to tod, you know? But not death by shooting. Death by hanging. Order, Kopf up. آخه اینا چی میگن؟ تو چیزی میفهمی؟ هیچی، به حاج حسن فوش میده. پس کار حاجی تمومه. فراش تلگراف خانه انگلیس اطلاع داد و گفت سیمهای تلگراف شما بریدی. شما هم یاغی هست هم راهزن باید کشت. این سیمها رگهای زندگی ما. با دزدیدن اونها ضرر به منافع انگلستان زد. شما حکما اعدام شد تا دیگران عبرت گرفت. جناب کنسول این حرفا چیه میزنی؟ سیم چیه؟ تلگراف چیه؟ که اصلا اونجا نبودم. قوانین انگلستان مجازات تو کشته شدن تعیین میکنه. آقا میرزا محمود خان قانون انگلیس رو برای دزدی اموال دولت بخونید تا این شخص بفهمه با چی طرف هست. قوانین جزایی بریتانیای کبیر، ماده مربوط به سرقت اموال دولت. کار تلگراف تمام کنید. هست این حاج حسین خیلی مهمتر. ماده مربوط به سرقت اموال دولتی در صورتی که منجر به قتل یا جرح نشده باشد از 6 ماه تا 2 سال کافیه. دیگه حق اعتراض نداریم، محاکمه تموم شد. یه روزی من تو نامردو میکشم. مستر جکسون از حاجی شکایت داره، در صورت جلسه بنویسید چون این شخص به امپراتوری انگلیس ضرر زده محکوم به اعدام است. این آقا حاج حسین مردم را در بازار تحریک میکنه، اصلا بانک شایبار ندارن. او مردم را یاغی می‌نماید. ساکت باش. شما بفرمایید. حاجی شما حق نداشت به منافع امپراتوری لطمه زد. این هست یک خیانت. میذاریم من از خودم دفاع. خفه شو حاجی. بفرمایید. من شما را متهم کرد به دسیسه و توطئه علیه امپراتوری. من هیچ ساکت. آخه این چه جور محاکمه؟ شما خودتون هم بازیافت هم مدعی؟ آمیر داوود خان، درسته شما معاون کمپانی و آدم انگلیس هستی، آخه مسلمونی، هموطن ما هستی. تو یه چیزی بگو، این که رسمش نمیشه. تحریک کردن مردم به قبول نکرده اسکناس بانک شاهی خود بزرگترین دشمنی هست با بریتیش امپایر. بانک از ما طلا میگیره، در عوض یه مش کاغذ پاره تحویل میده که فقط تو تهران میشه خرج کنی. اگه مثلا این اسکناس رو ببری همدون اون یه ایش قبول نداره. تازه همدونی هم اسکناس بیاره تهرانی قبول نداره. این چه جوریه؟ شما دارین مردم بیچاره میکنی. دفاع تو دیگه تمام شد، حالا ساکت باش پلیز. حاجی اتهام خودش ثابت کرد. مجازات تو مرگ. تمام دارایی تو ضبط میشه. انگلیس‌ها خیلی متمدنن. حالا فشو بی حرف. صد رحمت به شمر حرومزاده. فشو دیگه. آمیز محمود خان، تو هم یه چیزی بگو، آخه همینطور ساکتی. جناب کنسول بذارید حاجی حرفشو بزنه. خفه شو. این که وضعش نمیشه که. گفتم تو دیگه حرف نزن. زود صورت جلسه بنویسید. حاجی باید هر چه زودتر از تهران تبعید میشه. بله تبعید میشه. جناب کنسول اجازه بدید حاجی دفاع کنه. ما نمیتونیم همینطوری کسی رو تبعید بکنیم. این طرز محاکمه حتی برخلاف قوانین بریتانیای کبیره. When you are deported, you'll keep your mouth shut. این چی میگه؟ میفرمایین شما تبعید میشین که دیگه فضولی نکنین. چی؟ مگه میشه همینطور کسی رو تبعید کرد؟ بله مجددا تکرار میکنم، شما تبعید میشید و داراییتون هم ضبط میشه. شما من تبعید میکنی؟ محاکمه شما تموم شد، شما حق اعتراض ندارید. باباتم دست کمی از انگلیس هم نداره با. پدرم کاراش به خودش مربوطه. حالا چی کارش میکنن؟ پولاشو میگیرن از شهر بیرونش میکنن. چی؟ پس باید برم بچه‌ها رو واسه جلسه محمود خان خبر کنم. جلسه چیه؟ هیچی، همینطور یاد دهنم در رفت. بچه‌ها دور هم جمعن، گفتم برم اونجا. منم باهات میام. It's possible. Здравствуйте, господин консул. Good morning, sir. Very glad to see you. What can I do for you? جناب کنسول دولت امپراتوری، ضمن عرض تهنیت خواهش میکنم بفرمایید چه کاری میتونم برای شما انجام بدم. اکسلنس کنسول، شما فهمید؟ او گفت کار شما انجام میده. باید بشه. گاوارید کاریموف. کنسول امپراتوری گفت بیوش رعیت روسه، نمیتونیم محاکمش کنیم. به جناب کنسول عرض کنید این شخص سیم‌های تلگراف کمپانی هندوستان رو بریده و اونو محکوم کردیم. به این خاطر او منصفانه محاکمه شد و چون گناهکار شناخته شد به اعدام محکوم گردید. حالا برای او هیچ. او باید آزاد بشه. In this case we forgive him.
This court is not for hurting the Russian Empire nor the Russian subjects. میفرمایند ما اونو میبخشیم، چون مقصود ما این نیست که با امپراتوری روسیه اختلاف داشته باشیم. خسارت کمپانی تلگراف را از رو بگیرید و به ما بدهید. سپاسیبا. جناب قنسول امپراتوری معظم روسیه از شما تشکر میکنه. روس و انگلیس با هم دوست هستن. ما نباید به خاطر ایرانی ها با هم اختلاف پیدا کنیم. خب بسیار خوبه. انشالله که حضرات انگلیس ها از ما راضی هستن. بله قربان، خیلی هم راضی هستم. بسیار خوشحالم. آبویک لابد فهمیدی در اثر اقدامات و تشبسات من در کنسولخانه روس بود که از دست انگلیسا نجات پیدا کرد. جناب ما بین نظمیم میدانید که من رعیت روس هستم. با وجودی که رعیت روسی، اگه من اقدام نمی‌کردم انگلیسا پدرتو در آورده بودن و الان بالای دار دست و پا می‌زدی. قربانت گردم، بنده چاکر باشه برای دفعه بعد. هر طور که میل مبارکتونه قربان. حالا باید برم به حضور قبله عالم. جناب معاون دوله، شما که سرافراز میفرمایید. چه کسانی دعوت شدن؟ حضرات انگلیس ها قربان. و برای اینکه جای گله نباشه از وزیر مختار و قنسول روس و بقیه هم دعوت کردم قربان. بله. بسیار خوب. پس سرافراز میفرمایید. بله. زود برو خبرش بیار، برو ببینم. تو چه خبری آوردی؟ شب جمعه میرزا داوود خان منشیباشی انگلیسا معاون دوله و فرنگی‌ها رو دعوت کرده. حضرت والا کامران میرزا فرمودن شما برید مواظب صحبت‌های انگلیسا باشید. خیلی خوب، بهشون اطاعت میشه. علی، باز مردم جلوی کمپانی انگلیسا شلوغ کردن. همیشه اینجا شلوغه. سلام علیکم. گل گلاب، عرق بیتمش، کبابی آلتون چطوره؟ خوبه، میدونم چون پدرم پیش انگلیسا کار میکنه شما با منم مخالفی. بابا ببینین چه فرمایشاتی میکنه. کاری داشتی؟ اومدم ناصر رو برسونم. ضمناً میخواستم بپرسم دعوت میز محمود خان چیه که منم بیام. دعوت کدومه؟ چه دعوتی؟ ناصر میگفت شما و محمود خان جلسه داریم. جون سال. این حرفا چی از خودت در میاری؟ من حرفی نزدم به خدا. بار دنبال کارت. وایسا اومدم. چی شده؟ باز ببینم کی اینو به این روز انداخته؟ آخه کی؟ مثل که با جلای در انگلیسی با هندیا دعوا شده. اینم دستگاریه که بابا جونت با بله خوب، خدا رو شکر کن که نکشتنه. جیاد دمی صبح. سلام محمود خان، چطور شد اینجا اومدی؟ سلام. چه عجب، کاری داشتی؟ آره، میخواستم ازت یه خود پول قرض کنم. پول؟ واسه همون جلسه یه مهمونیه که پول میخوای؟ مهمونی چیه؟ حالا هر چقدر میخوای بردار، ولی من از داش غلام و رضا بیک فهمیدم که مهمونی داری. سلام. به امیرز محمود خان، خوب شد دیدمت. آخه جان من این چجور صحبت کردن با حضرات انگلیس هست؟ آدم باید به فکر آیندهش باشه. اونا از تو خیلی رنجیدن. در این دور زمان آدم باید پشتش به یکی از این دولت‌های خارجی گرم باشه، مخصوصا انگلیسا که هم متمدن هستن و هم به آدم هزار جور کمک میکنن. من 25 سال زحمت کشیدم، بهشون خدمت کردم تا اعتمادشون رو جلب کردم. شوخی نیست. در امپراتوری انگلیس هیچ وقت خورشید غروب نمیکنه. بله درسته، صحیح میفرمایید. ضمناً به من طوری فهموندم که اگه شما احتیاج مالی دارید برطرف کنم. سایتون کم نشه. احتیاجی ندارم.
راستی خبر دارید شب جمعه قراره به افتخار ورود مستر لاسس وزیر مختار جدید انگلیس جشنی ترتیب بدن؟ معاون دولارم دعوت کردم، شما هم بیایید از این موقعیت استفاده کنید. میخوام شما رو بهشون معرفی بکنم. من نمیخوام با وزیر مختار انگلیس آشنا بشم، کار دارم. چی؟ کار داری؟ تو غلط کردی که کار داری. کار دارم. جوانای دیگه آرزو میکنن چنین موقعیتایی پیدا کنن که با وزیر مختار انگلیس آشنا بشن. امیز محمود خان تو حالیش کن. پدر گفتم کار دارم. حضوری ما گفت. خوشم اومد، خوب جلوی بابات وایستادی. راستی خبر داری من از وزارت خارجه استعفا کردم؟ دیگه نمیتونستم زورگویی انگلیس‌ها رو تحمل کنم. خوب کردی. منم استعفا میکنم. من اصلا مخالف کارای بابام هستم. خب محمود خان چرا تو مهمونی با رفقات منو دعوت نکردی؟ تا مهمونی خیلی وقته. خداحافظ. خودم رو بلدم. چه خبره؟ اتفاقی افتاده؟ آره بیا این روزنامه قانون برات آوردم، آخرین شماره است، مواظب باش گیر نیفتی. دست شما درد نکنه. من چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ لاپارت دارم و سوال یاد میگیرم. خوشم اومد، خوب نایب دست به سر کردی. ولی کلا من میونش یکیه. پسر این فوزولیا به تو نیومده. تو امروز نمیدونی نون رو باید به نرخ روز خورد؟ خب آمیز علی خان بفهمید بریم خونه ماما همچین جشن کوچولو موچولو اکی راه انداختی. نه رضا بیک باشه وقت دیگه. ببینم با خانواده حاج حسن چیکار کردی؟ بردمشون جای امنی، خونهشون اعتبار نداشت. مگه نمیبینی بی خود و بی جهت مردمو دارن میگیرن؟ چه برسه به هادی که با انگلیسا سرشاخ شد. حق داری. محمود خانو نیدی؟ چرا؟ تا یه ساعت پیش با هم بودیم. رفت خونهش. سلام. سلام آقا جون. سلام پسر خوب. سلام مادر جون. آمدی؟ دلم شور میزد. اداره که نمیری، پس از صبح تا شب کجا هستی؟ مواظب خودت باش تو این شلوغی. باز زناجی اومده بود از وضع شوهرش میپرسید. حاجی رو محکوم کردن، پدرش هم در آوردن. بیچاره عهد و عیالش. ببینم پول آوردی؟ من هیچی، اما این بچه رو که نمیتونم گشنه نگه دارم. بیا فعلا اینو بگی، قرض کردم. یه فکری بکن. بی خود استیفا دادی. آمیز محمود خان تو هم یه چیزی بگو، آخه هم تو ساکتی. جناب قصوری بذارید حاجی حرفشو بزنه. خفه شو. وقت نماز میرم مسجد رو فقام ببینم. سلام علیکم میز محمود خان. سلام علیکم. سلامت باشید داشت غلام خان. رضا بیک حالت خوبه؟ از محرمت شما خبرهای تازه چیه؟ باز خیلی خرابه. بگیره. مامورین رسمی همه جا بو میکشن دنبال مخالفای انگلیس‌ها. شب جمعه جلسه گذاشتیم، باید تصمیم بگیریم. ناصر خبرشو داد، تو زیر زمین پشت زورخونه جمع میشیم. میز نصرالله خان منشی سفارت اتریش هم گرفتن، اما دستگاه چاپشو نجات دادیم و بردیم خونه رضا بیک. رضا بیک خیلی مواظب باش. خاطرت جمع باشه. خب سر نماز منتظرتونم. آش دیگه این هم به جز چاپ بمبئی ارزون مناسبه، بخرید. باز که این طرفا پیدا شد نسناس. من نایب دارم کاسبی میکنم، کتاب دعا میفروشم. اگه بهت نگفتم مردم دور خودت جمع نکنه باید قدقنه. چرا میزنی نایب؟ کتاب دعا فروختن که جرم نیست. در سوخته داری روزنامه قانون میفروشی. خدا این هم به جزء کتاب دعاست. هر چیزی چاپی که روزنامه نیست. بابا یه نفر باسواد بیاد به این بگه که من روزنامه ندارم.
چی شده؟ چی میخوای؟ من سواد دارم. تو رو به روح رسول الله به این نایب بگو که این روزنامه نیست، این کتاب دعا. نایب این کتاب دعاست. کتاب دعا آخه روزنامه قانون اصلا به تو چه مربوطه؟ خودتو قاطی میکنه. تو چه حق داری بزنی؟ خودت ثواب ببری. روزنامه رو از کتاب دعا تصحیح بدی. دوازایی شده. مردم بدبخت و بی‌جهت میندازن زندون. دیدین چطور اون نایب اسماعیل شم فرید بیچاره رو برد؟ بیچاره مردم از دست فراشای حکومت جونشون به لبشون رسیده. اصلا خود حکومت بازیچه دست روسا و انگلیساست. اونا ما رو راحت نمیذارن. هر روز به یه بهانه ما رو به جون هم میندازن. میگن حاج ملک و تجار رفته پیش امیر سلطان وضع بازار و کسادی و کسب و کار مردم رو بهش گفته. میدونین چی جواب داده؟ گفته همینو که هست، میخواین بخواین، نمیخواین نخواین. ای امان خدا عمرش بده آسد زمال الدین. او آقا میگفت ظالم و مظلوم هر دو گناهکارن. شیخ مرتضی تو هم ما رو کشتی با اون آسد جمالت. اون دنبال مقام بود. اگه حرفاش راست بود میخواست تو همین مملکت بمونه و مبارزه کنه. مال اون به مرشد مهندس حرمت خودم نگردار. ما باید همگی با هم یک دل باشیم. حرفا و کارهایی که بینمون اختلاف میندازه کنار بذاریم. این سیاست انگلیساست که اختلاف انداخته. شما چطور فرار کردید؟ قاسم نجاتم داد. اونا چه حقی دارن منو بگیرن؟ حکومت و عمالش از نادانی و ترس مردم سوء استفاده میکنن و بهشون زور میگن. شما راه حلی دارین؟ بله که دارم. انتشار روزنامه. باید مردم رو باسواد کرد. با مطبوعات حقوق آزادیشون رو بهشون فهمود. امروز هم میرم پیش ابوتراب از دست فراشای قلچماقش شکایت میکنم. برو بگو نایب اسماعیل بیاد. قربان من شکایت دارم. از کی شکایت داری پسر؟ مگه این مملکت صاحب نداره؟ مگه آدمای این مملکت حیوانن؟ چرا باید هر بی سر و پای اونا رو کتک بزنیم؟ من از نایب اسماعیل شکایت دارم. اون منو کتک زده قربان. اومدی شکایت؟ بله قربان. در سوخته رو ببرین حبسش کنین تا دیگه از این غلطا نکنه. آدم خوبیه. اگه مردم با سواد بودن این اتفاقا نمیافتاد. اگه یه دفعه دیگه از این فضولی‌ها بکنی بگی مردم باید با سواد بشن میدم زبونتو ببرن. برو گم شو. ردش کنین. اگه یه روزنامه داشتم میدونستم چی بهم میشه. بار دیگه پارو. سلام علیکم. میرزا امیرخان میخواد از دوباره قسم بخوریم. حالا که وضو داریم بهتره قسم. خیلی خوب، اگه 100 دفعه بخواد قسم میخواد. در این مکان مقدس قسم میخوریم برای نجات وطنمون زندگیمون رو فدا کنیم. از جونمون بگذریم. خدا سند شاهد باش. اللهم صل علی محمد. به این کلام الله مجید قسم میخورم اسرار انجمن رو حفظ کنم. من نمیکنم مردم. فرمایش پیغمبر اکرمه. حب الوطن من الایمان. باید تکون بخوریم. باید دست خارجی را از مملکتمون قطع کنیم. باید ریشه نفوذ اونها را از بیخ بکنیم. از مشهد خبر رسیده مردم جلوی انگلیس ها مقاومت نشون دادن. ما باید به خارجی نشون بدیم که غلام و سرخرید نیستیم. اونها حاکسن. اون مرز وطن پرست و با ذلت و خفت محکوم کردن، تبعیدش کردن. اون وقت مردم با اسکناس های بانک شاهی انگلیس معامله میکنن. تمام بدبختی ما همینه. تو سرمون میسنن ولی با چاپلوسی میکنیم. غیرت و همیت از میان ما رفته. لابد شنیدین که انگلیس‌ها حاج مقام ملک و تجارم گرفتن و به قزوین تبعید کردن. امروز دیگه موقع اون رسیده که هممون سیبیل مردونگی گرو بزنیم. باید یه کاری بکنیم، یه عملی انجام بدیم، وگرنه این جلسات ما هیچ فایده‌ای نداره. بله درسته. هی میشینیم و حرف تحویل میدیم. مشهد همچین شد، تبریز همچون شد. آخه ما خودمون چیکار کردیم؟ داشت غلام خان باید به نوبت صحبت کرد. من از شغلم تو وزارت خارجه استعفا کردم. جونم و کف دستم گذاشتم. از همه چی گذاشتم. بقیه هم همینطور. از جون و مالشون گذاشتن. بالاخره همینطور که نمیشه را بیفتیم بریم. باید اتحاد داشته باشیم تا بتونیم به یک جایی برسیم. حالا جناب آقای میرزاعلی خان عضو وزارت خارجه که تازه از فرنگستان اومدن از کار خودشون استعفا کردن و به ما ملحق شدن. میخوان چند کلمه‌ای راجع به اوضاع صحبت کنم. این که پسر میرزا خان نوکر انگلیس است. چیکار میخواد بکنه؟ خواهش میکنم توجه کنید. من چند سال عضو سفارت ایران در لندن بودم. میدونم انگلیس‌ها چه نقشه‌هایی برای ایران دارن. هدف همه خارجی‌ها چپاول و استعمار ایرانه. من از روزی که از خارج به ایران برگشتم
و از نزدیک اوضاع هموطنامو دیدم دلم خونه. از هر که میپرسن میگن صبر داشته باش. آخه تا کی دیگه چی بر ما مونده؟ دست ناپاک خارجی در همه کارهای ما نمایانه. اونا میخوان ایران ضعیف و ناتوان بمونه تا بتونن از ما امتیازا و انحصارهای بیشتری بگیرن. خیال میکنین این امتیازا و انحصارهایی که اینا هر روز از ما میگیرن فقط به خاطر منافع خودشونه؟ نه به خدا. اونا بیشتر نظرشون محتاج کردن من و شماست. ما که قشون نداریم، پول نداریم، تجارت و مدرسه و سواد نداریم. بیا که اقلا اتحاد داشته باشیم. احسنت. آقا محمود، آیت الله شیرازی فتوا دادن استعمال تنباکو حرامه. مشتبهی مردم، مشتبهی. حضرت آیت الله میرزای شیرازی فتوای حرام بودن استعمال تنباکو را صادر کردند. بفرمایید بهتر از این چی میخواد؟ با اتحاد از این فتوا باید اتحاد خودمون نشون بدیم. از دل چرخ چاوچی بخواست آقایون دو ترکشت پیکن بپرداختم دل از کینه چون آب و بگداختم که ناگاه چشمش که بوز خورد به هیکل این مرد دهقانی و رفت به دریای تفکر و اندیشه که در حقیقت این مرد کیست بابا؟ محاسن چونان یار شیر ژیان دو چشمان بود همچو. آهای مردم گوش کنید. حضرت آیت الله میرزای شیرازی برای عظمت دین محمد فتوا دادن کشیدن قلیون و سیگار و چپاق حرومه. اصغر قلیونا رو جمع کن. عباس دود باش قلیون. همه مردم از فتوای تحریم با خبر شدن. همه اطاعت کردن. بنازم به این مردم. اگه کاری هم از پیش میره باز به دست همه مردم هست. داشت کنم باید مردم از نیات انگلیس ها با خبر چشم. انباراشونو که آتیش بزنیم همه با خبر. من مخالفم. چرا مردم ها به کشتن بدیم؟ ما که نمیتونیم دست خالی با انگلیس ها در بیافتیم. باز شروع کردی. از چی بترسیم؟ ما که یه جون بیشتر نداریم. رضا بک پیداش نیست. اون میگه آدم باید سیاست داشته باشه، از وضع دشمن با خبر باشه. ازدراز پوتین جناب آقای سالداد خان. ببینم جناب قنسول تشریف دارن. Thank you very much. قربان شما. سلام علیکم برادر. پنج تا بطل ودکا خوردم تا صبح رقصیدم. 5 تا بطل دیگه خوردم بازم تا صبح رقصیدم. اگه یه شبان رو چند تا صبح داره؟ با خفشو فقط بخند. بجالستا. سلام علیکم. ازدراز پوتین عرض شد قربان. آقا رضا بک پاژوای. چی پاژوای چیه؟ بنده چاکر ریشای خوشگل اون تزار بزرگ شما اون تزار سر همه خداوند نمیتونست ریش از اون بهتر بسازه به جان جفت سیبلای مردونتون. خب تازه چه خبر آقا؟ تازه مازه ما دائم مراقب انگلیس ها هستیم قربونت برم. از اون بابت خیال تخت صدیتسی یعنی بشینم ها. سلام علیکم. خب تازه چه خبر؟ واسه اون اسب سفید خالخالی یه مشتری خوب پیدا کردم. اون خانم دکتره، اون طبیب دردمندان نامزد جکسون صاحب. اون اسب فروشی نیست. خب آقا ریزا شما میدونی ما روسا ایرانی ها خیلی دوست داریم. اینه که میدونم. از عشق ماست که شب تا صبح چشمای شما وازه. چشمامون وازه. همه چیزا میبینی. قربونت برم. میخوایم انبار انگلیس ها رو آتیش بزنیم. بله.
میخوان انبار انگلیس ها آتیش بزنن. میجر جکسون خیلی دلش سوختن. از جای مطمئنی خبر دارم که روسا میخوان انبارای شما رو آتیش بزنن. روسا میخوان این دفعه دیگه کلکتون رو بکنن. مزخرف، نانسنس. اگه صلاح بدونین سر را به نظمی خبر بدم قربان. بیزارر هست؟ مردم بسوزونید، آتیش بزنید، این مال حرامه. به زور، به آن، به غصب از مردم از رعیت گرفتن. اون وقت همین جنس ما رو میبرن به 10 برابر قیمت تو خاک آسمانی میفروشن. بسوزونید، آتش بزنید. انگلیس باید از ایران بره. دیگه بس هرچی ما رو غارت کردن. مردم همت کنید، غیرت کنید. مرگ بهتر از بندگی و اسارت در دست خارجیست. ایرانی غیرت داره، راضی نمیشه تو مملکتش خارجی آقایی بکنه. بگیرینش. بریم کنار. بیشو چرا بلش کنی؟ من همه انگلیس هستم. پدر همه تو در میارم. از این بخار رو شکایت میکنم. آتاس راستی خودتون نشون بدین. دارم کنید بیشون را. نازالین یه عده اجنبی پول پرست با جان و ناموس شما بازی کنم. بلش کنی. علی! برید جناب روزگار نترسید. برید جناب. چی شده؟ باشه. برو تو برو. برید از اینجا دور شید ببینم. برید یالا زود باشید. مردم متفرق بکنید. هر کی مقاومت کرد بزنید بکشیدش. زود باشید. برید مردم از جای انبار انگلیس رد کنید. برید. خاطر چی هستید؟ برید. به خاطر نجات وطن، به خاطر دین اسلام از هیچ نیرویی نترسین. هر کسی که بخواد مانع شما بشه طرفدار اجنبی و دشمن اسلامه، دشمن وطن و قدرش حاجبه. نترسین مردم، غیرت داشته باشین، تسلیم نشین. از هیچ کس جز خدای خودتون نترسین. بسوزونین و نابیه کنین این لونه فساده. بسوزونین و نابود کنین. مردم دست از مقاومت بر ندارین. اگه ما کشته شدیم اونهایی که زندن کار ما رو تعقیب میکنن. بریم پایین. پاشو دیگه. یواش. چیزی نیست. خب همونجا روی نیمکت. خیلی خوب. بشین. ببین چی شد. داوود کان کجا دق کرد؟ اوه سرت مهم نیست، چیزی نیست. خدا ما رو نجات داد. علی کجاست؟ من اینجام پدر. ای طبیب دردمندون سلام علیکم. حال ایشون چطور؟ حالش خوبه. خب الحمدلله. او خیلی لالی بیا پشت حضرت داوود خان، خدا به وجود مبارک خیلی رحم کرد. سلطای روسی مست بودن لایه. خدا را شکر که وجود سرکار اقلا سلامته. میخواستن انباراتون آتیش بزنن، همه رو دستگیر کردیم. فقط چند تایی تونستن فرار کنن. لالی جان پشت این کلمه رو زنده من قایم شو. اینم جزم اخلالچیه بود. بگیرینش الله. نایب جان به اون ریش قشنگ قسم اینا این حرفا نیست. دور از جون شما میز علی خانم جزو اونم بود. جزو همونایی که میخواستن انبار آتیش بزنن. علی پسر من؟ علی چی میگه؟ نایب راست میگه؟ اختیار دارید.
قربان به شما که دروغ عرض نمی کنم. با چشمای خودم دیدم. محمود خان وزارت خارجه هم سر دستشون بود. عجب. محمود خان؟ بله قربان، دستگیرش کردی. تو غلط کردی، دستگیرش کردی. من حکم داشتم که اونجا هر کی باشه دستگیرش کنم. اگه راست میگی منو دستگیر کن. بس کنید، خجالت بکشید. قربان بهتره مواظب پسرتون باشین. اونم قاطی وطن پرستا شده. وطن پرستی از چیزهای خیلی خوب. منم وطن پرست، پس منم زندان بخت. من خودم تکلیف علی رو روشن میکنم. وای به حال دیگه حرفای خان نایب راست. البته که راسته پدر. خفه شو. میرم زیر شلاق بکشنت. اوه داوود کن شما خیلی بد. اگه علی نبود شما کشته بود. حالا به او فوش داد؟ مرخصی. من خودم تکلیف این پسر رو روشن میکنم. سایتون کم نشه. بریم. خب آقای وطن پرست، اینه معنی شرافت. تو معنی شرافت رو فهمیدی که به من قول دادی از خونه بیرون نمیری؟ مسلمه که فهمیدم معنی شرافت چیه. هنوزم میفهمم. فقط یه راه نجات داری. باید فوراً از این اراذل اوباش دست بکشی. اونا اوباش نیستن پدر. اونا نمیخوان خارجی تو وطنشون هر کاری بخواد بکنه. اونا وطن پرست. با این کارات آبرو و حیثیت منو بردی. بگو غلط کردم و الا میکشمت. بهتره کشته بشم تا تو خونه‌ای که بیرق انگلیس بالای درش تکون میخوره زندگی کنم. بیارم که خودت حرف بکنه. دایی جون میدونین که علی جون شما رو نجات داد. برم کن. آدم میکشمت پدر سگ. انقدر میزنمت که بگی غلط کردم. هر کاری دلت میخواد بکن. من دیگه نمیتونم تحمل کنم خارجی تو وطن من قادر مطلق باشه. برو گم از خونه من. دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. اگه یه دفعه دیگه اینجا پیدات بشه خودم با تیر میزنمت. حالا محمد درو ببر. نمیای بریم بازی؟ نه آخه بابام تو زندون انگلیسی ناخوشه. رضا بیگ گفته برم اون خانم دکتر فرنگی رو ببرم اونجا، اما من میترسم. ترس نداره، من میرم اونجا به خانم دکتر میگم. تو از انگلیسی ها نمیترسی؟ نه بابا برای چی بترسم؟ خوش به حالت. پس من میرم به خانم دکتر میگم. دکتر چی شد؟ محمود خان بابای احمد تو زندون انگلیس ها ناخوشه. شما باید اونو ببینید. خیلی خوب، تو قفت من حتما آمد اینجا. لا اله الا الله. درست 15 روز ما رو انداختن تو این زندون. از کار و زندگی و زن و بچه‌مون بیخبری. نمیدونم میز محمود خان از دیروز سالا کجا بردن. اون وزارت خارجه‌ایه، شاید ولش کردن. بیاره چلا. مواظب باشید. یواش. چرا اینقدر مردم اذیت میکنی لامصبا؟ ببین چه برای سرش آوردم بی انصاف‌های بی مروت. چقدر شلاقت زدن، پشتت آشولاش شده. چیزی نی، تازه اول کاره. آخه چی میخواستم، چی میگفتم؟ حالا قبول داری این دست و گل و رفیقت پسر میز داوود خان به آب داده؟ نداشت خدا. علی حرفا نیست. اون پسر پاکیه. ببین چی کارش کردم. اون وقت انگلیس ها ادعا میکنن که متمدن هستن. متمدن؟ اونا از وحشی ها بدترن. نباید بذاریم مثل حیوان با ما رفتار کنن. احساسات ما رو، شخصیت ما رو، حیثیت ما رو خورد کنن. باید با مشت دهنشون کنن. کدومتون ناخوشی؟ اینها زندانی هست؟ سلام آقایون. اوه شما چی شد محمود کن؟ شما چی شد؟ من چیزی نیست خانم دکتر. حاجی ناخوشه، اونو ببینی. ناراحت نباش، شما حتما خوب شد. نه خانم، زن و بچه های من تنها موندن. انگلیس هم که دار و ندار منو گرفتن و میخوان تبعیدم کنن. بس حاجی بس. انقدر نره من غریبم در نیاد. بیکار بودی با انگلیس ها در افتادی. من خواهش کرد شما زیاد حرف نزد. این مرد بیمار هست، دوا لازم هست برای من اینا رو بهتر از شما میشناسم. اینا شهر رو شلوغ کردن، اخلال کردن، باید مجازات بشن.
او مارگرت، اینجا چه کار میکنه؟ آمد یک مغیز تو زندان شما دید. اینجا خاک ایران هست. چقدر شما زندان دارید؟ هر کجا ما هستیم خاک امپراتوری. اینجا پس یک کمپانی تجارتی نیست. اینجا یک نوع دقیق پلیس. برای حفظ منافع ما لازم. اما این کارها من نمیدونم صاحب. حال خواهی سلام آقایان. همین شما چند نفر دشمنان امپراتوری انگلیس است؟ شما میخواهد امپراتوری بریتانیای کبیر مغلوب میکنید؟ من متاسفم شما در این مورد ترک میبینم. ما انگلیس ها دوست ایرانی هستیم. ما میخوام به شما کمک میکنیم. ما میخوام شما متمدن بشید. ما برای شما بانک درست کرد، تلگرام درست کرد، انحصار درست کرد. شما راحت باشید. اگر ما از ایران میریم دشمن از شمال میاد، خاک شما میگیرم. بله، شما انگلیس ها دست کمی از روس ها ندارید. اوه، ببینیم کی اینجا هست. دوست من در وزارت خارجه. ما با هم پشت یک میز نشست. حالا شما دشمن ما شد. چرا اینطور شد؟ برای ظلم و ستم میرزا محمود خان جسارت نکن. من از تو یک هیچ انتظار نداشتم با حضرات انگلیس ها مخالفت کنی و دست با آشوب بزنی. حالا میفهمم. پسر منم تو فریب دادی کارای ناشایست بکنه و مقام منو پیش حضرات به خطر بندازه. مقام؟ مقام تو اون سرت بخوره. تو به نوکری اجنبی افتخار میکنی. حالا من همه چیز فهمیدم. اون نامرده. اون نامرد کچش هم نمیگه اگه تمام ایرونی هم زندونی کنن. تو هنوز از اخلال آشوبگری دست نکشیدی؟ تو هنوز آدم نشدی؟ آدم نمیبینم نامرد. یه روز میرسه شما رو از مملکتمون بندازی بیرون. خفه شو احمق. خودت شد زبون نفر. بیا. یکون بخوری میکشم تو. گفتم از جا جلوش نکنی. از چرا در میکنی؟ آهن نامرد. Yes, very good. امیز داوود خان، به جناب وزیر مختار و مستر جکسون بگید من همه مطالب و خدمت جناب امینا سلطان عرض میکنم. دوستان انگلیسی ما خاطر جمع باشن. حکم تبعید همه مخالفین اونا را میگیرم. به آقای جکسون بگید اصلا ناراحت نباشن. مستر جکسون، هیز اکسلنسی معاون دوله. بله من فهمید. جناب معاون دوله، ما از شما بسیار تشکر داریم. اما این تحریم تنباکو به ما بسیار ضرر زد. فکر اونو نکنید، مهم نیست. خودتون بهتر میدونید این از تحقیقات حضرات شمالی هست. ما همیشه گرفتار رقابت روس‌ها با شما هستیم. ما دریافت کرد خبرهای صحیح و درست که در چندین شهر ممالک محروسه مثل مشهد و شیراز و اصفهان مردم علیه ما تحریک کرده. خواستم ببینم شما در این مورد چه کردید. بله من خبرشو دارم. اینم از تحقیقات شمالی هست. شما کار خودتون رو بکنید. It's very good. Are you satisfied? Yes, sir, I am. متشکرم جناب معاون دوله. Thank you very much, Your Excellency. Goodbye. خدا حافظ. روز بخیر. خدا حافظ. روز بخیر. شما نرفته روس ها میان. به خوش آمدید دوستان خوب من. زراسپوتی. خیلی خوش آمدید. کم پیش ما تشریف میارید. زراسپوتی. سلام حضرت آشا. در عوض دوستان انگلیسی شما همیشه اینجا هستند. شما همسایه بزرگ ما هستید. ما خیلی میل داریم با امپراتوری شما بهترین روابط رو داشته باشیم. جناب قنصل روس میخواد با شما حرف بزنه. بله بفرمایید. پاچالستا. آهای پسر چای. بفرمایید خواهش میکنم. آقا معاون دوله، ما با شما مناسبات دوستانه داریم. البته. در ولایات شمال ایران ما منافع و دوستان زیاد داریم. اونجا حدود عروس است. چرا انگلیس اونجا اداره باز کرد، انبار باز کرد، آدم فرستاد؟ مردم شمال انگلیس دوست ندارید. ما اعتراض میکنیم. جان و مال رعیت عروس در شمال در خطر. این برخلاف دوستی ما با شماست. این برخلاف خرچی خست که شما اسکوفاش. جناب کنسول، من خدمت امینا سلطان عرض میکنم. شما قصه نخورید. این چه فرمایشی؟ شما میگو به من قصه نخور، اما من قصه میخورم. ما با ایران قشون آور خم خالفین.
Never mind. Yes, I see something. Let's go then. مواظب تبعیدی‌ها باشین جام نخورن. نایب چیه؟ بگو زنجیرهای ما رو بردارن یه نماز بخونیم. نمیذارم جام بخوریم. ما مقصر سیاسی هستیم، جنایتکار که نیستیم. خیال کردی اگه دهنتو باز کنی به انگلیسا بعد و بیرا بگی نشون و حمایل بهت میدن؟ نه، به تو که نوکرشون هستی نشون و حمایل میدن. حالا خفه میشی یا به زور شلاق خبرتون برو. خیال میکنی اینجا تهرونه. بده خدمت حاجی. بخواین اموات ما رو دعا کنم. خدا اموات تو پیامبر سه. ای شمر لعنتی، کی اجازه داد بین آب بدی؟ هار شدی ناموسمون، میزنم مخت رو داغون میکنم. برم کن. چرا بین آب دادی؟ غلط کردم. نهار چی داری؟ نون و پنیر. فقط همین؟ آخه خانه اینجا که رفت اومدی نیست. اونا کیان؟ اونا فرنگیان اومدن اینجا شکار. سلام صاحب، اینا مخالفان شما هستن، میبرم تبریک. اوه گود، بسیار خوب. مارگریت عزیزم بیا خوب نگاه کن ببینید هم میشناسی؟ اینها دق زندان تو بودن. چرا ناراحت شدی؟ من که حرفی نزدم. اینها همه رفقای قدیمی ما هستن. حالتون چطور آقایان؟ من به شما گفتم ما انگلیس ها دوست ایران هستیم. میخوایم شما با ما دوست باشید. شما با ما مخالف نباشید. ما به شما پول میدیم. کاهش کرد به اونا توهین نکرد. توهین نکردم. قصد من اینه که اونها با ما دوست باشن. آقا محمود خان، حالا چطور شما میخواد امپراتوری انگلیس شکست میدید؟ اون با یه مشلات و گرسنه میخواد با امپراتوری انگلیس در بیفته. خائن وطن فروش انگلیس ها 1000 تا مثل تو رو فدای منافع خودشون میکنن. اون لیاقت نداره باش حرف میزنی. حاجی حالت خوبه؟ ناراحت نبود؟ قلبت دق نکرد؟ اگه از دست این انگلیسی های ظالم جون سالم به در ببرم خوبه. تو این آفتاب قلبم خیلی درد گرفته. چی کار کنم برات؟ این حاجی مریضه، تو این هوای گرم طاقت نمیاره، از بین میره. عزیزم تو دلت برای اونها نسوزه. مجازات کسایی که با امپراتوری انگلیس مخالفت کنن همینه. سوارش رو میخوایم بره. خب در تبعید به شما خوش بگذره. نایب بیا با شما کار دارم. بیا. نایب بذار اونها فرار کنن بعد بکششون. بکشمشون؟ با تیر بزن. اوه بله قربان، بله. همه چی؟ نهار ما چی شد؟ میدونی چند تا خوب واسه ما نیم رو کنیم؟ بله قربان، بفرمید. همه که من همه رو یه میدم. بفرمید. تو برو مواظب زندانیا باش. بفرمید قربان. بفرمید رو میکرد بشه الان براتون میگردم. حالا اینا زندانیای انگلیس هستن. بهت بگم سر کارت با انگلیس ها میافته. تو نامردو که جیره خوره اونو آسید در میارم. همشون رو لخ کنید. اسلحه‌مون رو واسه رو در بیارید. بالاخره باز شد. خدا رو شکر نجات پیدا کردیم. خدا رو شکر. یالا ببینم در بیا. خیلی خوب. یه واسه احتیاج داری برو گم شو. سلام رفقا. حالتون خوبه؟ بابات با انگلیس ها اینجا بود. آره خودم میدونم. رفقا لباساشون رو بپوشید. اونم بده من. خیلی خوب. سواشید. بده من. تا بیافتید باید شب برسید اون. چطور فرار کردن؟ شما با امین سلطان حرف میزن. آقای آمیز داوود خان، درسته جناب وزیر اعظم فرمایش کردن،
اما خودتون میدونین کارا دست ماست. شما هم که به همه پیشکش میدین جز به ما. تا حالا ما از انگلیسا سنار دشت نکردیم. آمیز ابوتراب خان، شما باید بدونید انگلیس‌ها اهل پیشکش دارن نیستن. کارشون طبق قرار داده. شما وظیفتون کسانی که تبعیدی‌ها رو فراری دادن دستگیر کنید. و دیگه از این توقعات از حضرات انگلیس‌ها نداشته باشین. ضمناً دیگه به فکر خواهرزاده من نباشید. اون میل نداره با شما ازدواج بکنه. خوب متوجه شدید؟ بله خوب. سلام نوکر تولد. سلام به جای سلامت تو بده. سلام حقتونو بریم بابا. سلام علیکم. چشاتونو واکنی همه جا رو خوب بگردین. این تبعیدی‌ها کجا؟ همه جا رو خوب بگردین. بگردن که چی بشه؟ سلام قاسم خان. سلام، من شماها رو ندیدم. این قاسم پسر خوبیه. این حاجی قهوه چی کجاست؟ حاجی رفته ولایت ژاپن. یه ولایت نشون. کسی اینجا نبود نه. اینجا سراغ سنبه زیاد داره حواسونو جمع. همه جا رو گشتن. خوبه. چیه ها؟ بعد بشین تا خونه رضا بیگ پیدا شد. چرا مردم حاضر مثل که رفتن. الحمدلله. حالا تکلیف چیه؟ باید همینجا مخفی باشیم؟ من قصد دارم برم خانه حاجمینه. یواش دار. اونجا صاف دستگیرت میکنن. ما باید زودتر اقداماتمون رو شروع کنیم. داش خانم خان، من عقیده دارم شما یه سری بری اصفهان ببینیم اوضاع در چه حاله. منم اگه وضع مساعد بود میرم آستان قدس یا طرف شمال. خب بچهای دیگه چیکار میکنن؟ گفتم یه مقدار اعلامیه چاپ کنم. ای هموطنان، چقدر میخواهید ظلم و ستم اجنبی را تحمل کنید؟ آنها به جان و مال و ناموس ما تعدی میکنند. هر کس را که با آنها مخالفت کند به حبس و تبعید میکشانند. جمع کنیم زود باشید. حرکت حکومت دارن زود باشید. همه رو قایم کنید. قایم چند حال منه. آخه تو به چه حقی من و زن بچه‌م از خونه زندگی بیرون میکنی؟ به این حق که من تاجر باشی روسم. همه قند و شکر انحصار منه. من به تو قند فروختم، تو این باغو پیش من گرو گذاشتی. حالا این باغ مال منه. من زیر بیرق روسم. ببینم هر کی زیر بیرق روس باشه باید مال مردم رو بخوره؟ البته حاجی، من رعیت روس شدم که قدرت داشته باشم. فهمیدی؟ چی آدم باید جنس لعنت. خدای من از شر نجات بده. پس تبع روس شدی که به مردم زور بگی ها؟ شنیدین؟ این پدر سوخته به امپراتور فحش داد. من کی فحش دادم؟ تو فحش دادی. تو دشمن امپراتور هستی. باید تیربارون بشی. بی انصاف. تو خونه زندگی من ازم گرفتی، حالا به این بهتون ناحقم میزنی؟ این پدر سوخته رو از باغ من بیرون کنی. آره نکردم که چی میخواید ازم بیرونم کنی؟ چی ازم میخواید؟ آخه پس من به کی برم شکایت بکنم؟ این کریموف با پشتیبانی روسا هرچی داشتم از من گرفته. آقا جان گفتم ما در کاری که طرف خارجی باشه حق نداریم دخالت کنیم. باید به خودشون عرض حال بدی. مگه مملکت ما صاحب نداره؟ آخه این چطوریه که هر خارجی حق ایرانی رو میخوره اون وقت من برم به خود خارجی شکایت بکنم؟ پس شما چی کاره هستی قربان؟ گفتم برو کارگزاری شکایت کن. زبون سرت نمیشه؟ من اومدم دست به دامن شما شدم. خواهش میکنم حق منو بگیرید. بهم پاس بدید. برو بیرون. پدر سوخته. اجازه بفرمایید جنانش کنم قربان. جناب قنسول ازش بپرسید چرا باغ منو گرفته. چه میگی تاجر باشه؟ من به اون شکر فروختم. موقع فروش چون پول نقد نداشت باغشو گرو گرفتم، ولی اون هیچ وقت پولو نداد. شکرها رو بندر انزلی تحویل دادم. بارون اومد آب شد. به من چه؟ دروغ میگه، اصلا شکر تحویل نداده. شما زیاد زرت و پرت میکنه. تاجر باشه دروغ نمیگه. اون رعیت اوروسی. حرف زیاد میزنی تبعید میشه. نیکولا ودکا. عجب باغ خوبیه. خوب ازش گرفتم. بفرمایید آقای تاجر باشه. پر کن پر. سلام. سلام جناب کریموف. درسته. آقا کریموف داشت ما میشناسید. به خود بفرمایید. پاژولسا. بله بفدیسی. پاژولسا. بفرمایید بنشینید. بفرمایید. کنسول میخواد شما رعیت روس بشه. ببینم مگه حالا که رعیت ایران هستیم چه عیبی داره که بیایم رعیت روس بشیم؟ این چه حرفیه میزنین؟ اشتو گوارید. پاژولسا. اگر رعیت روس بشی گردنت کلوب میشه. هر کاری بخوای میکنی. از هیچکی هم نمیترسی. حالا کریموف شده.
اول اسمش مشکریم، نوکر حاج رضا بود. بله، حالا من کریموف رعیت امپراتور روس شد. به سلامتی امپراتور. این چه جور حرف زدنیه؟ آخه من چند سال قفقاز بود فارسی یادش رفت. من شما را رعیت روس کرد، با هم قفقاز. جناب قنصل آمد، مواظب باش. Здравствуйте. Господин, اونا تبعیدی های انگلیس که فرار کردن. Здравствуйте. شما خاص رعیت اروس شد. شما خیلی شجاع. شما تبع اروس شد. من شما خیلی دوست دارم. سلام بچه. سلام. چاکرم. سلام داشت کنم. سلام علیکم. سلام علیکم رفقا. سلام داشت کنم. زخماش داره خوب میشه. خوب الحمدلله. لابد شنیدین قنصل روس پیشنهاد کرده اگه رعیت روس بشیم و زیر بیرق اونا بریم از همون حمایت میکنن که دست انگلیسا رو کوتاه کنیم. نگفتم محمود خان، باور نمیکردی. پیغام بدیم بیجا کردن. ما رعیت ایران میمونیم و زیر بیرق روسا نمیریم. اونا خیلی دلشون میخواد همه ایرانی‌ها رعیت روس بشن، آره. اما کور خوندن. معلومه که کور خوندن. ما هیچ وقت از وطنمون، از دینمون دست نمیکشیم. سلام رفقا، همه جا بگیر و ببنده، فقط جای ما امنه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب رفقا، حرفای قنصل روس رو واسهتون گفتم که بدونین خارجی‌ها با هر کلکی هست میخوان ما رو به طرف خودشون بکشن و وقت بیچاره و بدبختمون کنن. درسته وضع ما خرابه، ولی بهتره با همین وضع بسازیم و تبع خارجی نشیم. دید انگلیسا با حاج حسن چه کردن؟ روسام حاج صفا رو به خاک سیاه نشوندن. به خدا اینا همش از بی سوادی و بی اطلاعی مردمه. اگه من یه روزنامه داشتم میدونستم چطور مردم رو بیدار کنم. فعلا ماشین چاپ حاضر کردم. آفرین علی خان. از همین امشب باید فعالیتمون رو شروع کنیم و روزنامه رو راه بندازیم. تمام حرفامون رو تو روزنامه ها چاپ میکنیم، میدیم دست مردم. لحظه ها بی تپش، چشمه ها بی جهش، آسمون بر تنم کفن خونین بکش. مانده پاها بگه تا به کی سوزده، بر جبین داغ ننگ بد بار و خجل. فتنه ها پا گرفت، شعله بالا گرفت، جوشش چشمه ها جوشش از ما گرفت. فتنه ها پا گرفت، شعله بالا گرفت، جوشش چشمه ها جوشش از ما گرفت. خب مریم، لابد خبر داری ما رو که مخالف انگلیس هستیم، حکومت داره تعقیب میکنه. آره، نکنه بلای سرت بیارن. اگه بلایی هم سرم بیاد مهم نیست. خوب گوش کن چی میگم. تو این شبنامه ها مقاصد و حرفامون رو نوشتیم. دلم میخواد اینا رو هر جا که بتونیم پخش کنیم. خیلی خوب. اما مواظب باش گیر نیفتی ها. ای هموطنان عزیز، ای مسلمانان، ای مردم تهران، شما تا کی در خواب غفلت به سر میبرید؟ بیدار شوید، ملاحظه کنید مردم سایر اقطار جهان چه کردند، چه اختراعات. خارجی ها و بدتر از همه انگلیس ها به مردم ظلم و تعدی میکنند. حکومت مرکزی ضعیفتر از ضعیف است. حکومت کنندگان واقعی کنسول های روس و انگلیس و نمایندگان جبار آنها در ولایات میکشند و میبرند.
نگاه کن. خجالت داره ابوتراب، مگه شما خوابید؟ شما خوابید پدر سوخته ها. تمام در و دیوار شهر رو از این اعلانات پر کردن، همش تقصیر توئه. قربان هم مراقب هستیم، خیلی اش از در و دیوار دستگیر یه اخراجگرا بودی. من نویسنده این اراجیفا میخوام. تو یه چشم هم زدن. محمود خان پیداش نشد، اعلامیه‌ها رو نیورد؟ نه، خبر آوردم که سرش مرده. اگر انگلیس ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند، جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است. فکر نمی کنم دیگه بهتر از این بشه. چاپ کنید. اگر انگلیس ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند، جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است. از این رو بر عهده کنسولخانه های خارجی است که اتباع انگلیس را به ترک خاک ایران نمیدونی چه خوب شده آمدید. ابوتراب خان، حال شما چطوره؟ متشکرم. اخیراً شبنامه پخش شد که ما را زیاد نگران کرد. جکسون صاحب، این شبنامه ها مهم نیست. اینا رو یه عده بی سر و پا می‌نویسن. چی مهم نیست؟ نوشتن که تا 48 ساعت ما باید خاک ایران ترک می‌کنیم. از این اراجیف زیاد می‌نویسن. اگه بخوایم به این چیزا توجه کنیم که همیشه خودتون ناراحت کردید. به هر حال من از شما هست که اینها را دستگیر می‌کنید. اگه اونا زیر سنگم قایم بشن دستگیرشون می‌کنم. از این بابت خاطر جمع باشید قربان. من این لطف شما همیشه در نظر خواهد داشت. اگر انگلیس‌ها ظرف 48 ساعت خاک ایران را ترک نکنند، جان و مال تمام اتباع خارجی در خطر است. از این رو بر عهده کنسولخانه‌های خارجی است که اتباع انگلیس را به ترک خاک ایران غلام خان، الان همه جا دارن دنبال شما میگردن. صلاح نیست بیشتر اینجا بمونیم. ما پناه به خونه خدا آوردیم، کسی جرئت نمیکنه بیاد اینجا ما رو بگیره. غلام خان حق داره. بعد از اون اعلامیه‌ای که خارجی‌ها در ظرف 48 ساعت باید از ایران برن و پخش کردیم، دیگه از چی بترسیم؟ اللهم صل علی محمد. این وطن پرستا خیلی شجاع. اگه این دیوونه خواه رعیت روس میشن خیلی خیلی خوب بود. افتخار بزرگی برای اونا بود قربان. پس چرا تبع روس نشدن؟ جناب قنصل، این وطن پرستا دوست دارن همیشه ایرانی بمانن. اینا دیوونه خستن. ببین چی نوشتن. اگه انگلیس خواه از ایران نرن خمشون رو میکشن. یعنی این کار میکنن؟ البته که میکنن. این دیوونه خواهی که من دارم میبینم حتی ممکنه در یه روز آینده ما رو از ایران بیرون کنن. جرأت نمیکنن قربان. اونا خیلی جرأت دارن. انگلیس ها را بیرون میکنن. هرگز جرأت ندارن. هرگز نگو. وقتی لازم شد جرأت پیدا میکنن. جناب قنصل، من تمامشون رو میشناسم، مخفیگاهشون هم میدونم کجاست. تمامشون خانه رضابک جمع میشن. خیلی خوب شد. بابو تو را بگو همه اونا رو دستگیر کنه. جناب قنصل گفتند این وطن پرستا خیلی شجاع و نترس و دیوانه هستند. میترسن یه روزی برای خود روسا اسباب زحمت بشه. ولی قربان همینطوره. خب حالا دیگه پدرشونو در میارم. به جناب قنصل سلام برسون، بگو چشم. قربان من تمامشونو میشناسم، جاشونم میدانم کجاست. بگو ببینم از اون میرزعلی خان پسر داوود خان خبری داری؟ ولی قربانت کردم، عرض کردم که تمامشونو میشناسم، اونم میشناسم. اون علی رو تعقیب کن، ببین کجا میره، بعد به من خبر بده. چشم، کار بنده ام. برها رو دادی دست کار. باید از روی اینا 1000 تا چاپ کنی. مال محله سنگرجه که دادم به شما رضابک. اینا مال محله اولاجونه. سلام داشت کنم. سلام علیکم. آمیز محمود خان، شنفتم معاون دوله پیغام دادم بریم پیششون. موضوع چیه؟ درسته. وقتی آدم در راه حق قدم برداره خدا کمک میکنه. ببین چطور اون قدرت مطلق دست به دامن مردم شده. بنازم قدرت خدا رو. حالا یه مش مردم پا برهنه اینا رو به وحشت انداختن. سلام علیکم. سلام علیکم. رفقا از جای مطمئنی خبردار شدم اعلامیه‌ای که انتشار دادیم که 48 ساعته انگلیس‌ها باید برن باعث ترس و وحشت شده. مردم دیگه بیدار شدن. درسته. انقلاب ما داره به نتیجه میرسه
و علتش هم اینه که تمام ملت پشت سر ما وایسادن. حالا دیگه نباید یک قدم عقب بگذاریم، باید با چشم و گوش باز مواظب باشیم بینمون جدایی نندازن. حالا دیگه بیشتر از هر وقت دیگه احتیاج به اتحاد و اتفاق داریم. باید مردم از گوش و کنار شاه جمع کنیم، بریم جلوی ارج تا صدامون به گوش شاه برسه. برادران، یادتون هست چند وقت پیش ما چقدر ضعیف و ناتوان بودیم؟ حالا برای اتحاد و یکپارچگی که بینمون به وجود اومده این همه اهمیت پیدا کردیم. از طرف قبله عالم برای میرزای آشتیانی انگشتر الماس فرستادن و پیغام دادن یا قلیون بکشه و تحریم استعمال دخانیات رو بشکنه و یا از شهر بره بیرون. اما آقا انگشتر پس فرستاده گفته حاضرم تبعید بشم اما حکم نمیشکنم. رفقا دیگه کار از این حرفا گذشته، باید حرفای ما به گوش خود شاه برسه. فرار کنید، فرار کنید، فرار شما بیاید. هر طور شده باید دستگیرشون کنید. فرار برش کنیم بریم تو امونشون ندید. قربان کجا هستن؟ دستگیرشون کردید؟ هیچ کس نیفتادم. از فرار کردن شماها خودتونم با اونا هم دست هستین. اگه پیداشون نکنیم میدونم همتون شکل کنن. دستور تیراندازی صادر بفرمایید. شما بی ارزه ها نتونستین یه مشلاتو دستگیر کنین؟ فایده شماها چیه بیشورای تللش؟ باید هر طور شده اون پسر علی رو بگیرید. من اونا رو دیدم تو همین خونه هستن. الان علی رو پشت بان دنبال من بیاین، زود باشین. ما میرون از پشت بان نگاه. برو. از خرما مرد اگه سایش رو دیدیم با تیر بزنیمش. شما با من بیاید. عقدشو آنه چرا میدویدی؟ چیه؟ چرا نفس میزنی؟ خیال کردی زرنگی نه؟ ببین یه مش پول زرد واسه کنار گذاشتن. چقدر؟ برید کنار بچه ها، یه کار خصوصی دارم. برید بگی من گشتم باید بگیم. خیال کردی میتونی از چنگ فرار کنی؟ ولی نشونه داره انگلیس ها. یالا معطل کنید. اوه چه خبر دارید شما تازه؟ صاحب سردسته شورشی رو پیدا کرده. من بسیار باشد. کی هست او؟ آقازاده آمیز داوود خان. تمام اسناد محرمانه شما هم پیشون بود. این دروغه. من ثابت میکنم. که این تو؟ متاسفم. بدون شک اسناد داوود خان داد به پسرش. So sorry for you داوود خان. Good day, gentlemen. چه چاره؟ از جنگ ما فرار کنی؟ از دست ما خلاص نمیشی. بله، به ما خیانت کرد. اون اعلامیه داده که انگلیس‌ها 48 ساعته برن. اونو پدرش به ما خیانت کردن. خودش رفت جهنم. صاحب اجازه میدی خلاصش بکنن؟ هر دوشون محاکمه میکنن. از دست ما خلاص نمیشی. اینو به تو بگم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اگه کوچکترین صدمه‌ای به من بزنی تیکه تپه کن. مستر جکسون، این روزای آخر زندگیته. معلوم میشه حسابی تفصیلی. احمق! اگر باز هم از این مزخرفات گفت تو رو مثل یک سگ پرید چی باشی؟ آمار چرا چه ساخت است؟ بگیرش! میتونم الان به خاطر تمام جلوی هاست بکشم جکسون. اما اگه تو پایان نفرت رو قرار از ایران نری اون وقت با دست خودم میکشمت. میکشم تو! در رو باز کن! باز کن در رو باز کن! اتاشو! Open the door! Somebody open the door here! نگهدار. علی مارگریته بریم پیشون. زود باشین.
زود تو چقدر زخمی شد؟ نه چیزی مهم نیست. چقدر زخمی شد؟ باید حتما پانسمان کرد. پانسمان میخواد چیکار کنه؟ یه زخم کوچیکه. خودش خوب میشه. فکرش هم نکن. هیچی نیست. چیزی مهم نیست. صدای تیراندازیه. حتما دوستان من هستن. نگذارید اجانب حقوق حق شما رو غصب کنن. میشه جلوی اون توپ ها رو گرفت. گوش کنید مردم، توجه کنید. امروز ما اومدیم جلو ارگ شاهی تا صدامون به گوش قبله عالم برسه. خارجی نباید تو کار ما مداخله کنه. امتیاز کمپانی تنباکو باید لغو بشه. به خدای لایزار اگر یک جا ایمان و همت داشتیم استعمارچی را از مملکت بیرون می‌ریختیم. نترسیم مردم. بی کفایت‌های نالایق بروید مردم را ساکت کنید. شاکر هیچ وقت وجود مبارک قبله عالم رو تا این حد ناراحت ندیده بودم. بله، با این اوضاعی که پیش آمده مردم بر ضد انگلیس‌ها تحریک شدند و کم کم داره اوضاع صورت خطرناکی به خودش میگیره. از اختیار حکومت خارج شده. بله قربان. بنشینید. بدتر از همه این تیراندازی ها و کشت و کشتار بی سابقه است. تکلیف چیه؟ نمیدونم چیکار بکنم. این رقابت و چشم و همچشمی بین روس و انگلیس بالاخره ما رو فنا خدا نکنه. قربان بنده یک نفر رو که فعلا سلسله جنبان اختشاشه، همون محمود خان وزارت خارجه رو که با آقایون علما هم تماس داره، خواستم بیاد پیشم. شاید بتونم با نصیحت اونو ساکت کنم. خوبه، کار به قاعده‌ای کردید. قربان وزیر مختار انگلیس و جکسون صاحب در وزارت خارجه منتظر بنده هستند. معطلشان نکنید. زودتر برید، شاید حضرات رو یک جوری راضی کنید قائله را بخوابانید. زله عالی مستدام. شما هم برید به ردخ و فتح امور بپردازید. بفرمایید. ابو تراب، میبینید چه گرفتار شدیم؟ Good morning. خیلی خوش آمد. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. اگر اجازه بفرمایید میجر جکسون به عنوان مدیر کمپانی انحصار تنباکو رسما حرفایی دارن که بزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. پلیز بفرمایید. متشکرم. از لندن تلگراف رسید. رؤسای کمپانی دیگه حاضر نیستند قرارداد انحصار را با وضعی که در ایران هست و جان اتباع ما در خطر ادامه میدن. پس جریان 48 ساعت رو شنیدیم. برای اینکه دوستی ما به شما ثابت شد، میستر ارنستین مدیر کل از لندن برای آخرین مذاکره آمد اینجا. به مهلت 48 ساعت فقط یک روز ما. مستر ارنستین اومده؟ بله. اگر شما غرامت و خسارات ما پرداخت، ایشون قرارداد باطل کرد و از این به بعد انحصار به دست خود شما خواهد بود. خسارات و غرامت روی هم رفته چقدره؟ مخارج ما با پیشکش‌ها جمعاً حدود 900,000 پوند. مبلغ زیادی نیست. میتوانید از بانک ما قرض کنید. ولی متاسفانه بانک شاهی شما به ما وام نمیده. از جناب نخست وزیر انگلستان خواهش کردم دستور بدن، اما دولت شما اعتبار نداره.
پس با لغو قرارداد انحصار موافقید؟ Yes, of course. و خسارتتونم میخواید؟ بله. دولت انگلستان در هیچ کجا برای ضرر سرمایه گذاری نکرد. درآمد و خسارت باید پرداخت بشه. تا دینار آخر. خب پس ما مجبوریم از روس ها پول قرض کنیم. چاره هم جز این نداریم. خوب است من به لندن تلگراف کنم و از وزیر خارجه خواهش کنم که با اعطای وام به شما موافقت کنند. اگه این کمک صورت بگیره به عرض قبله عالم میرسونم. ایشون هم خوشحال خواهند شد. آقا معاون دوله، این کار هر چه زودتر باید تمام بشه. لطف آقایون پاینده. روز بخیر. Let's go then. Up to yourself. برای اینکه سر و صدای مردم بخوابه، هرچه زودتر اعلان لغو انحصار تنباکو را بین مردم منتشر کنید. قربان آقای میرزای آشتیانی گفتن که فقط امضای رئیس کمپانی را قبول دارن. خیلی خوب، برید به کمپانی و پیغام بدید که هر طور شده الغای قرارداد رو امضا کنن. قربان، به عقیده من بهتره بگن که فرمایش قبله عالم. خیلی خوب، زودتر برید بگید فرمایش قبله عالمه. برید تا کشت و کشتار بیشتر نشده امضای اون پدسگو. بفرمایید، من امضا کرد. ببرید به مردم نشان دهید. بدید من میبرم. شما لازم نیست میرزا داود خان. ابو تراب خان بفرمایید. این لغو قرارداد. متشکرم. از آنجا که با شما دوست صمیمی خواستم این کاغذ شما به امیر سلطان دادن. متشکرم جکسون صاحب. این داود خان مسلوج به مرگ است. او به ما خیانت کرد. مدارک مهم کمپانی او به سرقت برده است. من به شما هشدار دادم. او دیگه تحت حمایت ما نیست. خواستم شما این موضوع بدانید. خیلی وقتی که منتظر این فرصتم. موفق باشید. منم امیدوارم که هر جا میرید موفق باشید. Thank you. با کشف این خیانت بزرگ شما از امروز در دستگاه ما کاری ندارید. این نتیجه 25 سال خدمت من؟ شما فقط به ما خیانت کرد. به هر حال صفحه انحصار تنباکو برای ما در ایران بسته شد. میجر جکسون، در هندوستان کارهای مهمتری انتظار شما را میکشه. کارها در هندوستان بهتر از ایران. That's right. به خصوص که در آنجا داود خانی هم نیست. اجازه داری انتقام تو از میرزا داود خان بگیری. چشم. سلام قربان. اینجا چیکار داری نایب؟ قربان رد پاشو پیدا کردم. رد پای کی رو؟ علی خان عرض میکنم، الان تو خونه است. غیر ممکنه جرأت کرده باشه بیاد اینجا. بهتون که خلاف عرض نمیکنم قربان. حقشو میذارم چپ دستش. این مایه ننگو به درک میفرستم. اشتبرم کجا این پدر سوخته ها؟ بله. این پدرسک کجاست؟ پسرمو میگم. ندیدمش قربان. نایب میگه اومده اینجا، برو بگرد پیداش کن. چشم قربان. آهای فاطمه، جهان، سریا، آهای علی پدر سوخته، اگه جرأت داری بیا اینجا. با من چیکار داشتی؟ من اینجا. چیکارت دارم؟ تو پدر سوخته آبروی منو بردی. 25 سال برای انگلیسا کار کردم، زحمت کشیدم، همه رو از بین بردی. تو باعث شدی که انگلیسا رفاقت خودشونو با من قطع کنن، منو اخراج بکنن. من که یه عمر زحمت کشیدم. یه عمر زحمت کشیدی و نوکریشونو کردی. دستمزدتو دادن. برای من آبرو نذاشتی. اون همه احترام و توجهی که حضرات انگلیسا به من داشتن برای کارهای بچگانه و حماقتای تو از بین رفت. زندگی من از بین بردی، حیثیت من از بین بردی.
نوکر خارجی بودن که حیثیت و آبرو نداره. اگه دست از اونا بکشی تازه حیثیت پیدا میکنی، تازه شرافت پیدا میکنی. داری منو نصیحت میکنی احمق بیشور؟ تو چه میفهمی آبرو و حیثیت چیه؟ آمیز داوود خان بهتره احترامشو داشته باشی. آمیز علی خان پسر شماست. ببینم شماها دیگه کی هستین؟ آقا میرزا تعجب میکنم ما رو نمیشناسی؟ اوضاع عوض شده، بهتره چشاتو باز کنی و مردم رو ببینی که با شکم گرسنه جونشون رو فدا میکنن، ولی شماها برای خوشی و مقام مملکتتون رو میفروشید. این فضولیا به تو نیومده. از اینجا برید بیرون. خدا میگیرم. بالاخره گرفتیمش. بویوک خانه که خودش رعیت روس معرفی میکنه، خودش میگه انتقامشو گرفت. اما ما حتم داریم که دست انگلیس ها تو کار بوده. تو حق داشتی پسرم. خارجی ها فقط دنبال منافع خودشونن. آخرم منو کشت. منو ببخش پسرم. ملک مردم داشتن و با غیرت. ما باید نسل وطن فروش ها و بیگان پرستار رو از خاک وطنمون بر بیاندازیم. گوش کنید مردم، گوش کنید مردم، گوش کنید، گوش کنید. تمام این بدبختی و عقب افتادگی ما زیر سر همین استعمارچی هاست. ما باید ریشه اونها رو برای همیشه قطع کنیم. نباید آلت خیانت و ابراز زشت وطن فروش ها بشیم. ما امروز با یک انقلاب واقعی، با یک اتحاد تاریخی دست استعمارچی رو از خاک وطنمون کوتاه کردیم. دیگر نباید بذاریم که اولیای امور با گرفتن رشوه و پیشکش امتیاز انحصار تازه‌ای بگیرن. مثل جکسون همین پا به رهنه ها بساط زورگوی تو رو به هم ریختن. باید اینجا رو سرش خراب کنیم. گوش کنید مردم، صبر کنید، گوش کنید. اگر رجال ما بیدار بودن این طمعکار بی انصاف جرأت نداشت دین و ایمون رجال نالایق و بی کفایت ما رو بخره. اگر رجال ما به جای عیاشی و تنپروری به فکر مردم بودن، مردم فقیر و بی سواد و محتاج نمی شدن و اون وقت خارجی جرأت نداشت هرچه بخواد مفت به دست بیاره. حمله کنید مردم، باید این خانه فساد نابود کنید، باید این خانه فساد از بین ببرید، این مرکز ظلم و بی‌عدالتی رو خراب کنید، این محل غارت و تبادل رو تعطیل کنید. نوشته سرزنش رو بکشید پایین، بکشید پایین، نترسید. دیگه قصاص کمپانی انحصار تانباکو برچیده شد. این تازه شروع کار ماست. لحظه ها بی تپش، چشمه ها بی جهش، آسمون بر تنه